درود بر شما، حال شما، احوال شما. امیدوارم که حال دلتون کوک کوک باشه. به کانال یوتیوب من خیلی خوش آمدید. من هیرسا شفق، ببخشید شهاب شفق هستم با اسم هنری هیرسا. برخی از شما عزیزان احتمالا من را از سالهای نه چندان دور، حدود 15 سال پیش، بله، از اولین کار هنری که ارائه کردم تحت عنوان یک موزیک ویدیویی بود به اسم دل ما که فضای کار پر از بادکنک های مشکی بود و یه وروجکی اون وسط بالا پایین میپرید میگفت هیا یا دل من. میخوای یه قسمتایشو با هم ببینیم؟ کنار تو دلمو به تو میدم و دل تو به من میدی و دلمون میره اون بالا تو آسمون. وقتی کنار تو با نگاه میندازم توی نگاه، با زبون بی زبونی میخوام که اینجا بمونی. هیا دل من، هیا دل تو، هیا دل ما خدایی تکه تو آدما. هیا دل من، هیا دل تو، هیا دل ما خدایی تکه تو آدما. بله، این همون کاری بود که گفتم برخی شما عزیزان من رو با اون به خاطر میارید که این باعث افتخار و خوشحالی منه. عزیزانی هم که منو نمیشناسن، این از کم سعادتی منه که امیدوارم در این گذاری که در یوتیوب با هم داریم با هم بیشتر آشنا میشیم، با هم دوست میشیم، رفیق میشیم، به هم عشق میدیم، از هم عشق میگیریم و لحظه های قشنگی رو برای هم میسازیم. من چند سالی بود که از فضای هنری به دور بودم. البته کانال یوتیوبی هم داشتم که بنا به دلایلی مجبور شدم حذفش کنم. یکی از دلیلاش این بود که این کانال مرده‌ای به حساب می اومد، چون 7-8 سالم بود که توش چیزی بارگذاری نکرده بودم و گفتم که یک کانال جدید می سازیم. بله، امیدوارم که با حمایت شما عزیزان، در کنار شما عزیزان، این کانال جون بگیره، روح بگیره، پرواز کنه. خلاصه با ما باشید، ما رو یاری کنید با کامنت هایی که برام میذارید، نظرهایی که برام مینویسید و منم 100% میخونم، با عشق میخونم، با عشق جواب میدم و حتی بعضی وقتا هم در چارچوب ویدیوهایی که درست میکنیم با هم گفتگو میکنیم، نظرها رو اونجا جواب میدیم. خلاصه اینکه حمایت کنید. چی میشه؟ لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. زنگوله، این زنگوله خیلی مهمه ها. وقتی ویدیو میذارم بگید واو هیرسا اومد، واو. خلاصه همه کار میخوایم بکنیم، آشپزی، موسیقی، آواز، رقص، گشت و گذار. دوستامو میخوام بیارم جلو دوربین، خانواده‌مو بیارم، فامیلمو بیارم، همه رو میخوام بیام بریزم جلو دوربین. و این وسط میمونه حمایت شما عزیزان که به ما عشق و انرژی بده که بتونیم اتفاقها و کارهای خوب رو رقم بزنیم. بله، نمیدونم چی باید بگم دیگه. اولین ارتباط ویدئویی ماست. این ویدیو رو هم من باب آشنایت گرفتم. اگر تصویر بده، نور بده، صدا بده، لوکیشن مناسب نیست دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. امیدوارم که در این مسیر در کنار شما حرفه‌ای بشیم و قدم‌های خوب برداریم و در آخر با ما باشید، منتظر کارهای بعدی باشید. منم منتظر حمایت شما هستم. واقعا دیگه نمیدونم چی باید بگم. در آخر یک قسمت یکی دیگه از ویدیوهام رو براتون میذارم. البته تا چند روز آینده به صورت پی در پی کارهایی که داشتم رو براتون به اشتراک میذارم و راجبش باهاتون صحبت میکنم. دوستتون دارم، دوستم داشته باشین.
تو مثل ستاره بیدارم. به خدا نمیدونی آخه چقدر خوبی، نمیدونی واسه قلب من چه محبوبی. واسه تو عمق یک فاجعه میمیرم وقتی که اسم منو به قلبت میکوبی، وقتی که اسم منو به قلبت. تو یه دونه